هلو گایز، به اولین ویدیوی میسا خوش اومدین. امروز اولین ویدیو یوتیوبه و قراره نقاشی دوست پسرم رو کامل کنم و نشونتون بدم و آره همین. دفتر رو خودم درست کردم، اینجا شد هنوز درست نکردم. تیم قراره فقط دوست پسرم بکشه. آره دوست پسرم خیلی ناراسته، خودم خیلی ناراسته و آره نقاشیش هم هنوز تکمیل نیست، چسباش هم هست. بیاین با هم تکمیلش کنیم. مثل جامعه جادوی هم بگو دوست پسر کی هست همه خوشگل تره. ماسک دادم اینجا هوا آلوده است، ما بچه خوزستانیم، ما هم گرما داریم هم گرد خاک داریم هم ما خیلی اذیتی بچه ها. بایستا اینو درست کنم از تو خیابونم. آره و همین بیاین انجامش بدیم. هی هر روز دا گفتم از تو خیابونم یکی یه پشت آبدار داد. وسایلمون رو میاریم. از زمان نگاه کنیم چه کوکولیه تا رو خریدمش. خانمه میخواست یه چیز گرونی بکنم تو کاچم، بعد گفتم نه خانم این خیلی گوگلی و کیوت چشممو گرفته، از اون اصلا نمیخوام. نه میشناسیمش، چرا بهش گوش میدم. آره حالا بیایش بکنیم بکشیمش سرنداشم بی جلوتر رسه بیارم این جلوتر. میبینی منو؟ حالا من نمیبینم تو رو، تو مو هم جلو چشمم. مثل گیرم رو بزنم جهنم رو زرم. آره خب بیاین اینا ایشون رو میکشیم. نشونتون نمیدم تا بکشم. نصفشو کشیدم، فقط یه نصف دیگهش مونده. 2 تا کشیدم. خیلی خوب دوستش دارم، خیلی نازی عشق منه. خب دیدی؟ ندید؟ نه نبینی؟ نه وایسا قدش میکنم الان. شریکا خب قرار بود نقاشی دوست پسر خوشگلم گوگلی ترین خوشگل ترین آدم روی زمین رو کامل کنم و بعد بهتون نشون. خب شروع کنیم برای بچه‌ها. ولی و این اولین ویدیومه و من هیچی از یوتیوب سردار نمیرم، مثلا قسم ندارم ادامه بدم، فقط برای دوست پسرم دارم اینو میگیرم و بله گفتم بیام هم دیگه صحبت کنیم تا اینو میکشم صحبت هم بکنم باتون که حوصله سربر نشه. آره حالا خلاصه خب گفتم قرار بود صحبت کنم، قراره راجع به چیزی صحبت کنیم که نه تنها زندگی منو بلکه زندگی خیلی از شما رو تحت تاثیر قرار داده یا قراره تحت تاثیر قرار داده. حالا اون چیه؟ اون چیزی که میخوام راجع به صحبت کنم عشقه. یه حس خیلی بی‌نظیری که زندگیتون رو زیر و رو میکنه، بهش بال و پر میده و بهش معنا میبخشه. و حالا بذارن نقاشیم بکشم تا بقیه صحبت ها من با هم دیگه بکنیم. صحبت کنیم بله خب بچه ها قرار بود صحبت کنیم راجع به چی؟ راجع به راستشو بخوام قبل از این که واقعا معنای
عشق رو درک کنم، فکر می‌کردم زندگی یه سری اتفاقات روزمره است که پشت سر هم تکرار میشه. اما وقتی وارد زندگی شد، یعنی عشق رو تو زندگی تجربه کردم، دیدم که نه بابا، زندگی خیلی میتونه بالتر بشه، خدایی خیلی بالتر بشه. اصلا یه جوریه، یعنی تو شاید الان تو این لحظه زندگیت هیچ معنایی نداشته باشه، ولی چون اون حس عشق وجود داره، چجوری بگم، یه امید زیادی داری که به خاطر اون روزات اگه روز بدی داشتی تحمل میکنی، به خاطر اینکه به اون روزای خوب برسی و عشق رو تجربه کنی تحمل میکنی. یعنی خیلی چیز نایسیه، واقعا نمیدونم چطوری بهتون بگم. و آره دیگه مثلا اتفاقات روزانه است و اینا، ولی گفتم وقتی که حسش کردم دیدم زندگی میتونه خیلی قشنگ‌تر از اون چیزی باشه که تصور می‌کردم. میدونم بچه‌ها، من چون این حسو درک نکرده بودم، تو به قول بچه رئیس میگه آدم ها دلتنگ چیزی که هیچ وقت نداشتن نمیشه. من مثلا عشق رو تجربه نکرده بودم و فکر میکردم خوشحالی و چطوری بگم، اون چیزی که زندگی رو زیبا میکنه فقط اینه که من به چند تا موفقیت برسم و دیگه تمام، دیگه اون خوشحالیه. ولی راستش اینجوری نبود. وقتی که کسی نباشه که تو موفقیت همراه باشه، درسته مثلا پدر مادر هستم، ولی بعضی از موفقیت هایی که فردی هم و خودت باید کسب کنی، چجوری بگم، اینجوری که نیازی که یه نفر باشه، یه نفر که هم قد تو ذوق کنی، یه نفر که خوشحالی تو خوشحالیش باشه. میدونید یه جور تقسیم کردن، آره اینجوری، یا عشق هم همچین حسی میشه. شاید بگیم مثلا میتونیم به خانواده تقسیم کنی یا دوست، ولی بدون آخر هر زندگی آدم نیاز داره به یکی که مکملش باشه، یکی که همراهش باشه تو هر شرایطی. و آره عشق همچین حسی میده، حسی یه دادا نمیدونم توصفش کنم، خیلی قشنگه. من هیچ وقت تصور نمیکردم اینو، چون جای زندگی میکردم که کسی باهاش زندگی نمیکرد، همه کنار هم بودن و مجبور بودن تحمل کنن و سر همین ازش میترسیدم و چون ندیده بودم و خودم تجربهش نداشتم یه چیز غیر واقعی تصورش میکردم و میگفتن که وجود نداره و اگه وجود داشته باشم یه سری واکنش شیمیاییه که تو بدن رو میده، ولی واقعا نبود. خیلی قشنگ بود راستش. وقتی احساسش کردم مثل این بود که یهو از تو دنیای سیاه و سفید من توی دنیای پر از رنگ دوباره زنده شدم و همه چیز یه معنای جدیدی پیدا کرد. و بله این چنین بود بچه ها. و خلاصه بهتون بگم که آره اینجوره. باید لحظه لباس رو بکشم. خب بجه ادامهشو بدیم، ادامهشو بگیم نه بگیم. بله بسه ادامهشو بگیم بچه. قسم چی بگم؟ آدم نمیاد قسم شد راجب عشق داشتیم صحبتی که بله بچه من دارم این صحبت میکنم. میدونید عشق فقط یه حس عاشقانه نیست. میدونید من منظوره که خواستم بگم این بود که
یه نیروی خیلی 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 گنده‌ای میده، جدی میگم بچه‌ها. یه نیروی گنده‌ای که باعث میشه تو بخوای به آدم بهتری تبدیل بشی. یه نیروی گنده‌ای که یه حس قدرتی که باش میتونی کارهای بزرگ انجام بدی، باعث میشه که راحت‌تر بخوای تحمل کنی و یه جور امیدی بهت میده که انگار به رویاهات نزدیکتری. خیلی قشنگی، خیلی قشنگی. بله این گونه بود. تشنم شد، مثلا آب بخورم دوباره میرم. بله بچه آب خوردم و ماسک آب نخوردم، ماسکم در آوردم بعد آب خوردم. نه چی رو دارم توضیح میدم براتون؟ من چقدر حالا بچه داشتیم میگفتیم که خیلی باله. میدونین حس اینو میده که تنها نیستی، انگار یکی هست که همیشه اونور وایساده و دیده اونور وایساده و همراه تو خوشحال میشه، همراه تو میمونه تو سختی ها، تو غم ها، تو ناراحتی ها، تو شادی ها و خیلی نایس هست به نظرم. ولی بازم میگم من منظورم این نبود راجب عشق، راجب چیز نیست، راجب یه شخص نیست صرفا، وش میتونه یه حس درونی باشه. تو میتونی نسبت به هر کسی داشته باشی، هر نوع عشقش فرق میکنه، ولی ما داریم راجب یه عشق مکمل صحبت، یه عشق تکمیل کننده. من منظورم اون عشق بود که دوست پسرم بود. دوست پسرم خیلی نایسه. دوست پسرم وای، من اینجا خوبش نمیگفتم دوست پسرم، میگفتم تو شوهرم. من هیچ وقت اینجوری که من هیچ وقت دوست پسر نداشتمش. یعنی من هم لول اول وارد مرحله اینی که طرف شوهرمه شده و ولی این گونه شد. هم حالا من اینقدر میگم دوست پسرم نقاشیشو میکشم از چی بچه ها دوست پسرم براتون بگم. دوست پسرم خیلی نایسه. اگه بخوام تجربه خودم بگم اینجوریه که یه لحظه وایسه من اینو بکشم. تجربه خودم خیلی نایسه. میخوام بگم که چرا من اینقدر دارم صحبت کنم و چرا هنوز و نکنه چون اولاش اینجوره، ولی نه از اینکه 1.5 سال دوست پسر نازنین بوده و من هر بار که بهش فکر میکنم اینجوره هم که این حالا من خلای من خیلی نایسه. الان ازون توضیح میگه لازم باشه ماهی بگیرم اوضوع خواهم ماهاش خیلی کار داره. میگه که ماهی دوست پسرم البته دوست پسرم بیهترانه نباشه، خیلی نانازه ایشون کولا پاندا. چرا اینجور هم وقتی دارن نباشیم یا چکلاه چیزم نه این اسکالی چیزی هم بچه خیلی نایسه. چشاشو خیلی قشنگ کشیدن، چشاش دوست دارم. 2 تا کشیدم، اون یکی الان اینو تمام کنم اونم نشون میدم مثلا با خودش نشون میدم. داشتم نقاشی میکشیدم ولی رد شد. من دم دستم باشن اون وضعیت خوب نیست. قرار بود چیکار کنیم؟ قرار بود تجربه خودم رو
خواستم بگم که داشتم خیلی نقاشی میکشیدم یادم رفت بچه‌ها. بله تجربه خودم خواستم بگم که اصلا تجربه خودم خیلی نایسه، خیلی نایسه با خدا. اصلا من بگم عرفان یه چیز گنده ای بود که با اومدنش کل زندگیمو پر از نور و امید کرد و واقعا مثل یه معجزه اومد زندگیمو رو کرد. خیلی اصلا باورتون نمیشه. اصلا همون بار اولی که من با این بشر صحبت کردم اصلا یه نمیدونم از سر چی بود، خیلی اصلا ابسست شده بودم اینجوری که خیلی خوب بود. شاید مثلا موقع چون موتور داشت ولی همزمان اون موقع خیلی اینجوری بودم که دنبال دوست مجازی بودم. البته میگم چون مثلا عرفان موتور سوار رو خیلی خوشم اومده بود، ولی دقیقاً بعد از عرفان من اون موقع مثلا بعدش رفتم بات ناشناس و با چند نفر دیگه دوست شدم. یه چند نفر دیگه هم موتور سوار بودن که با اونم یه مدت خیلی کوتاه مثلا 2 ساعت. من اینجوریم که یکم سریع میشم سریع ول میکنم، مثلا دوستای پایدار زیادی نداشتم. و دیدم مثلا هم بودن که موتور سوار بودن ولی مثلا من موتور سوارا رو دوست داشتم، خوشم میاد، ولی واقعا این نبود. جدی نمیدونم از چی بود. خیلی عرفان اصلا یه چیز یونیکی بود، خیلی با ادب بود، خیلی نمیدونم با چی من آبسوست این بشر شدم. فقط میدونم که بار اول اینقدر من محوش بودم که فقط خواستم این باش دوست بشم، فقط خواستم باش دوست بمونم. نمیدونم من فقط دنبال اینم که دوست پیدا کنم، من دنبال دوست پسر نبودم. آی تکنولوژیا. ولی بچه داشتم داشتیم از عرفان صحبت کردیم. دوست پسرم ماه و خدا نداشت مثلش، نیست مثلش در جهان. بله داشتیم از دوست پسرم صحبت کردیم. دوست پسرم وای بچه ها خیلی خوبه. نمیدونم اونجا کیه داره کار میکنه ولی قدر میگه من یه دختم کمه، یه حوالی چیزم، ولی آره من حوالی دوست پسرم. بله داشتیم از دوست پسرم صحبت کردیم. زاویه هم خوب نیست، میبینی منو؟ آره ببین منو. داشتیم از دوست پسرم صحبت میکنیم. دوست پسر ناز خوشگلم. ولی بچه ها باور کنید من عاشق این بشرم، یعنی نمیدونیم. فقط یه لحظه مثلا اسمشو میگم یا فقط اینجورن که یه لحظه میاد تو ذهنم، فقط همین که بهش فکر میکنم، همین که فکر میکنم اینجا وجود داره تو زندگی منه. اینجورم که این پروانه هستن تو این شکم، مثلا یه دفعه مثلا تو هیجان زد نمیشی یا مثلا ذوق میکنی یا واسه هر کس متفاوته، ولی دیدی زیر شکم یه حالتی بهش میگم یه پروانه. یعنی من هر لحظه در طول روز بهش فکر کنم اینجورن که اون پروانه ها بلند میشن و بندری میرخصم. به خدا میگم خیلی نایزه وای خیلی باله. و باید بگم که از همین که پروانه ها بلند میشن یا مثلا شبا فکر میکنم اینجا کن نصف شب به یکی فکر کنی بعد بخوای تپش قلب بگی اینجوری که میخوای بخوابی سر توی رو بالش توی تپش قلب رو میشه. اینقدر که مایه شوق و ذوق من این بشر که نمیدونم
هم توصیف کنم. و آره خیلی خوبه. الان میخواید من نمایش رو بکشم، الان خیلی زر میزنم میدونم، ولی دوست دارم خیلی موسیقی نه ندارم شواف میکنم، نه شواف نمیکنم، ولی دوست دارم خیلی مریه به خدا. ولی آره اینجوری هست که هنوز یه چیزیه که هم هیچ وقت هنوز عادی بشه، همیشه هست و دوست داشتن هیچ وقت اینجوری که دیگه قرار نیست تمام بشه، یه چیزش ثابت شده و اینا رو نشون ندادم من. بچه ها من پشیمونه مثلا به یه درجه برسی فکر کنی یه چیزی ثابت شده. مثلا مثلا خیلی ابراز علاقه میکرد، من فکر میکردم یه چیز انقدر من ابراز علاقه میکرد، انقدر زیاد بود که تبدیل به روتین زندگی شده بود. مثلا اینجوری که فکر میکردن فقط عادی، همه آدم ها اینطوری زندگیشون انقدر عشق داره میکردن و واسه خودم که عادی شد فکر کردم دیگه نیاز نیست فرو شدم و این خیلی بد، خیلی زیاد بد. من نمیدونستم همچین هم کارم اینجوره، اصلا مونده بودم تو بروزش، نمیدونستم چطوری این حرفایی که الان دارم تو شما میگم من اینا رو باید میخوام تو سرم میگم، ولی چون نمیدونستم واسه خودم که عادی شده بود فکر میکردم واسه اون عادیه اگه من چیزی نگم. نمیدونم بر چه حساب این کار بروز ندارم دیگه، بروز ندارم آره اینجوری شد که من اومدم این ویدیو رو براتون زدم. میدونین حضور عرفان همین که تو زندگیم باشه اصلا زندگیمو به یه جشن بی پایانی تبدیل میکنه. خیلی خوبه، هوا گرمه، به خدا گرمه. بله داشتم میگفتم چی؟ میگفتم جشن بی پایان درست کرد برام آقا عرفان. اگه میخوام چی بگم، میخوام راجع به وقتی که دیدمش صحبت کنم. و وقتی دیدمش برای اولین بار دیدمش بچه، یعنی قادرم قسم بخورم 2-3 تا زربان جان کن، چون اینجوری بود که یه لوکیشن داده بودم گم کرده بود، بعد اون لوکیشن داد من رفتم اونجا، یعنی وقتی من رفتم اونجا بود، ولی اونجا داشتن دنبالش گوشی من که شاری نداشت، گوشی خودش شاری نداشت، بعد آره گوشی از پشت دیدمش. یعنی باور کنید همین جوری فقط تو راه که داشتم میرفتم فقط بدنم داشت دوپامین و سروتونین تولید میشد و همین جوری که نزدیکتر میشدم به لوکیشن چی میشد؟ ضربان قلم بالا میرفت. بعد اونجا تو پارکی که داشتم میدیدمش از یه پشتش بود، به اون وری که داشتم میرفتم هنوز اون بری نشده بود من، یعنی از توش دیدمش جدی 2-3 تا ضربان جان داخل، یعنی خودم حس میکردم اینقدر زیاد شوق و ذوق داشتم، چون بعد یه سال برای اولین بار داشتم میبینم. بعد اصلا کنارش یه حسی داشت که اینجوری که خیلی باشه نمیدونم اینجوری که یه حسی داشت که هر جا فقط اون باشه مهمه، فقط اون اگه عرفان هر جا باشی اونجا بهترین نقطه دنیاست. وای بسید خیلی خوب. اصلا حالا این به کنار، حالا قضیه روز بعدشه باید بگم، اونم مثلا توضیح بدیم واسه که مثلا روز خیلی معمولی و کار خاصی نکرد ولی
باید بهتون بگم خیلی دوستش دارم، خیلی اون خاطر مثلا 2 روز بود، یعنی میتونم انقدر کتاب 100 صفحه یادش صحبت کنم، انقدر خوب بود، انقدر خارق‌العاده بود، انقدر حس نایسی داشت که اصلا پشم ریزونه بچه ها، پشم ریزون قرار بود. بچه قرار بود روز بعدش هم بگم براتون که چی شد. روز بعدش خب تو فکر کن ماه رمضون بود، بعد چون ماه رمضون بود خوراکی چیزی جای مثلا کافه چیزی باز نبود، مثلا تو برنامه هم نبود که قرار همچین جایی بریم، ولی خب ماه رمضون بود خلاصه. بعد هوا خیلی سرد بود، بارون بود، بعد اصلا عرفان اومده بود نزدیک اون سویتی که گرفته بودیم نزدیک حرم، یعنی اونجا هم مثلا به جز حرم چیز خاصی نداره، جز بازار بود، اونم فکرم تعطیل بود، مثلا حواس هم نبود، نه باز بودن، نه دوقا باز بودن مثلا اینجوری بود. خیلی هم برنامه چیده بودیم ولی خب همش چی شد؟ خرابی شد. ولی خب من تو این لحظه بود، تو همین موقع، همون روز، هم موقع بود که واقعا به این حرف که جاش مهم نیست آدم مهمه پی برن، یعنی اون براتون تعریف کنم که چقدر باحال بود. اصلا اینجوری بود که با عرفان راه میرفتم که راه رفتن یه اتفاق خیلی جالب و جدید بود، اولین بار هم بود داشتم راه میرفتم در این حد باحال بود و آره خیلی خوبه. مثلا جفت عرفان راه میرفتن، اگه عرفان جلوتر راه میرفت هی برمیگشت منو نگاه میکرد، یا مثلا داشتن اولش نمال چیز بودیم، نمال یه پارکی چیزی بودیم که آلوچیق داشته باشه بارون نخوره با من، یه پارکی پیدا کردیم اون دو خواستم اینجاش برسم، مثلا تو لگیشن زده بودم، عرفان از این گوشه اون خم شد که گوشه نگاه کنه، یعنی اصلا یقم بدن، خیلی جذاب بود، خیلی نایس بود. یا مثلا ما آخر ندونستیم بریم پارکی جایی، ما کجا نشستیم بالا آبری بیاده، هیچ وقت تو زندگی فکر نمی‌کردم اینقدر هر بار پل آبری ببینم اینقدر دلم تنگ بشه واسه اون لحظه، یعنی تو یه جای نیمه خیسی بود، یعنی فقط یه ذره جای خشک داشت که اونجا من عرفان نشستیم و اینقدر خوب بود، یعنی نیدونم دوستی شدم، خیلی نایس بود. اصلا عرفان من هم حرف میزدم عرفان خیلی کامل گوش میداد، عرفان وای خانه خیلی دوستش دارم، خیلی حس نایس نمیده، خیلی بالا با خودت. من نقاشی رو بکشم، نکشیدم یه لحظه بیستی بچه ها، ولی خلاصه خیلی خوب بود، خیلی زیاد بله مثلا نقاشی رو بکشم، اگه دوست پسرم بذاره، دوست پسرم خیلی جذابه، خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. یعنی باید بگم که فقط عرفان فقط برام عشق نیست، یعنی چجوری بگم، اون بهترین آدمی که تو زندگی، کسیه که انگیزه هر روزم و باور کن هر روز به خاطر اینکه عرفان تو زندگی من میتونم باش صحبت کنم از خواب پا میشم، یعنی همه چیزم باور کنه بچه ها، خیلی دوستش دارم. یعنی عرفان جوریه که من به خاطر وجودمون دارم تلاش میکنم آدم بهتری بشم، جدی میگم، خیلی دارم تلاش میکنم که نقطه های قوتم و ضعفم رو بشناسم، حتی باعث میشه دلم بخواد واقعا جدی واسه زندگی تلاش کنم، حتی اگه انگیزه و چیزی نباشه، واقعا وقتی اون هست
همه چی خوبه، حتی اگه همه چی برنامه خوب باشه ولی فقط باشه. من واقعا بچه‌ها جدی میگم، من شوخی نمی کنم یا مثلا خیلی زیاده گویی یا همچین چیزی، ولی واقعا همینه. حرف زدن از عرفان جدی همیشه با یه حس خاصی همراه. میدونی چی میگم؟ اینجوره که یه وقتی حس میکنم کنارمه، یعنی اینجوری که میتونم همه کاری بکنم، ولی اگه اون نباشه هیچی معنی نمیده. جدی عرفان زندگی منه، جدی همه زندگیم در مبنای وجود عرفانه و اگه خدایی نکرده یه روزی از دستش بدن نمیدونم چطور قرار زندگی کنم. شاید دیگه زندگی کردن سخت‌ترین کار دنیا باشه، خیلی در این حد. نمیگیم وابستگی، فقط میتونم بگم علاقه خیلی شدیده که اینجوری شده یا هرچی، ولی همینه. مهمترین چیزی هم که ازش یاد گرفتم اینه که عشقی انتخابه، چون میدونه عرفان تو شهر بزرگ زندگی میکنه و کاملا بدیهیه که تو شهر بزرگ یه عالمه میشه کیس مناسب پیدا کرد، ولی اون انتخاب میکنه که با منی که اصلا 500-600 مایل ازش دورم در ارتباط باشه و بازم اون تو بعد مسافت هم دوستی رو حفظ کرد و هم عشق و همه چیزو و خیلی اصلا این بشر پرفکت، خیلی دوستش دارم، خیلی واقعا. اینجوری که گفتم یادم داد که عشق انتخابه، اینجوری که تو انتخاب میکنی هر روز عشق بورزی به طرف مقابل دیگه، انتخاب میکنی تحمل کنی دوری و سختی و نمیدونم، ولی این چیزی بود که ازش یاد گرفتم و اون معرکه ترین آدمی که تو زندگی من اصلا خیلی همین. نمیخوام زیاد لفتش بدم ولی همین جدی همین. یه نقاشیمون رو تموم کنیم و این قصه رو تموم کنیم. داره تموم میشه، جدی داره تموم میشه. الان نشون 2000 years later. نه آجا خیلی خوشگل شده. نه اینه ایشونه، ببینیدش خیلی ناناز شده، ولی ایشونه. اینا رو گذاشتم که مثلا در بیارم، ولی خب باستم همه اول در خراب نمیم چه غلط، همه اول خواستم در بیارم و اینا پاره شد و اینا دیگه قرار نیست در بیان و یعنی نقاشی باش کنم. آره ایشونه. یه عکس دیگه داره، نقاشی دیگه داره اینجا کشیدم. این خوب نشد، اینا یه هایی کشیدم، یه لحظه فقط نشون رو تو منا چشا رو خوب نکشیدم و یه لحظه نشون و منم که تا اینجای ویدیو هم بودید. تا نقاشی های دیگه از دوست پسرم خدا بزرگ خدا بزرگ.